Спасибо برای تحفه. احمد برای تحفه نامه جلد 1. به نام خداوندی جان و خیرت، کی از این برتر اندیشه بد نگذرد. خداوندی نام و خداوندی جای، خداوندی روی دیدی و رهنمای. بسم الله الرحمن الرحیم. توانا بود هر کی دانا بود، به دانش دلی پیر بود نبود. یعنی در سرش در آغاز کتاب آسان است، ولی وقتی که درونتر مضمونش رو فهمیدن خواهید اگر به لغت خواندن کمتر دشوار است. یعنی 90-100% مضمون آن رو فهمیدن دشوار است. در کتاب هم لغت آورده شده است، ولی آن رو هر باره ورق زدن کاری مشکل است. برای همین در روزهای عادی، در روزهای شنبه یکشنبه من قرار گرفتم یک کتاب الکترونی شاهنامه رو بسازم و آن رو پیشکش همگان نمایم و این به من میسر گردید و در روز استراحت و آن رو من به طریق کامپیوتر ساختم. انا پیشکش همگان کردنیم. فهرست دارد، PDF هم دارد، واژه‌نامه هم دارد، جستجو هم دارد، هم لغت دارد، هم روز و شب هم. دیگه خواندن میخواهیم همین توپمچه رو پخش میکنیم و آغاز کتاب گفتیم میجقیم اینجا کشوده میشود. آغاز کتاب برای آسان گردیدن اینجا ترجمه آسان بیان تاجیکی، ترجمه آسان تاجیکی هم با ترجمه شهر روسی دارد. مثلا به نام خدایی که جان و عقل را آفریده است، که فکر انسان از بالاتر رفته نمیتواند. سخنهای دشوار همش در همینجا آسان آورده هم در خود بخش در سرلوحش هم شرح تاجیکی شرح روسی دارد. قصه برای کودکان، شرح کوتاه معنی اساسی درس زندگی، سخنهای دشوار خلاصه برای خوانندگان. این آغاز کتاب به ما میگوید با نام خدا، با عقل، با دانش و با خاکساری راه را آغاز کن. اگر دانش داشته باشی توانا میشوی، اگر خاکسار باشی دانشت تو را به راه راست میبرد. همین نقل مختصری همین آغاز همین بخش. مثلا قصه برای کودکان چی میگوید؟ پیش از آن که فردوسی از پهلوانان، پادشاهان و جنگ‌های بزرگ قصه کند، یا اول به یاد خدا می‌ایستد که نزد دروازه یک کتاب عظیم ایستاده باشد. میگوید انسان چشم دارد، عقل دارد، سخن دارد، اما نه همه چیز را با اینها پورا فهمیده میتواند. برای همین باید اول خاکسار شد، دانش آموخت و سخن بیهوده نگفت. همین چیز هم با زبان تاجیکی، هم با روسی، هم در حرکت کردن به بعضی آنها خیلی صورت نقش نگار اضافه کرده باشیم. هم بعضیش اودیو دارد گوش کردن. اگر اسباب های شما اجازه دهد گوش کرده می شود. به هر حال باز هر یک بخش را مثلا
نسخه برداشتن ممکن است. همین خیلی تا آخرش میریم. در اینجا در آخر اگر شما حساب گیتخاب داشته باشید در اینجا میتوانید داخل شده وایتی یگان کامنتار شرح خود را بذارید یا مثلا آد کلیک کنید. برای که حاضر در اینجا باید داریم بعد می شود بهترین شرح های خواننده. اگر یگان کلمه نافهمه باشد میتونید در آن مثلا ژرف چی معنی دارد ژرف واژه در واژه همانو میتونید جستجو کنید. به دیگر صفحه نکشاده در درونش خیلی میبراید چقور عمیق به پایان عمق چقور قرب مشکل نازک باره کنه معنی با چی همین است ژرف. به فرمان ها ژرف کردن нигоh یعنی که مثلا به روسی بینیم путь поклоняющимся и ищущим путь и вглядывайся в его веление с глубиной. Человек должен соединить верность и поиск, не просто поклониться, но и вдумчиво искать правильный путь внутри Божьего повеления. Bu Rusya است. مثلا با توجیه گویم بنده و جوینده راهی راست باش و به فرمانهای او با نگاه چقور نظر کن. یعنی ژرف چقور عمیق در اینجا. مثلا یگان اگر کلمه با هم نافهمه باشد میتوانیم در اینجا جستجو کنیم در لغت. در اینجا هم میتوانیم جستجو کنیم مثلا ژرف ژرف هست در اینجا. خب bu چی هست؟ دیگر بخش ها میتونه باز این خیلی سپرافکی موضوع هست. برای چی شاهنامه چیست؟ فردوسی کیست؟ اویستو چیست؟ زوراستریسم چی؟ آریایی ها کی؟ پیشدادیان کی بدان؟ که سپرافکا باید در هر موضوع کلان کتاب هست. هم با چقدر بیت، چقدر بخش، چقدر مصرع، چند تا موضوع در ساختار در همین جا آورده شدند. میتونیم اونها رو مطالعه نمایم ببینیم همین آمار را و با آن خواندن خود را آسان نمایم. گفتار اندر ستایش خیرات. هم با ما میتوانیم نه تنها لغت بلکه در عنوان ها جستجو کنیم. مثلا کلمه خیرات یعنی که در مغاز کتاب خیرات است. در بخش دو بخش سه ببینیم بسیار هست خیرات. اگر همین بخش به رفتن میخواسته باشه اینجا بخش میکنه همون کشاده میشود. همین بخش چی گفتن؟ گفتند که ای پر خیرات هر آن کس که بد کرد کیفر برد. Что они сказали? Они сказали, о, мудрый, каждый, кто сделал зло, несет возмездие. Послание признать закон.
کتاب الکترونی. نگفته نماند که در اینجا هم پیشگفتار سخن پرزیدنت نوشته است. میتونید در اینجا پخش کنید و مطالعه نمایید. هم میتونید PDF را کشیده نسخه اصلی کتاب را در اینجا کنید. ببینید کمتر منتظر میشد و کشاده میشد که صحیفه درکاری را اینجا میدارید و مطالعه می نمایید. اینقدر هم با فهرست دارد. خب واژه‌نامه. اگر یکان سوال و پیشنهاد باشد میتونید یاری و حالت را پخش نموده در اینجا و همین پشت الکترونی نویسید. نگفته نماند که بسیاری ترجمه ها با واسطه یعنی اسکوسیون اینتلکت ذهنی صنعی گنراسیون کرده شدند. برای همون از شما خواهش می نمایم که اونها رو چی کنید؟ اهمیت دهید و احتیاط باشید برای آن که ذهن صنعی خطا کردنش ممکن است. یعنی دقت شهر تاجیک ترجمه با یورو ای ساخته شدن ای میتوند خطا کنند. برای همین از شما خواهش کرده می شود که با دقت باشید. رحمت کلام برای توجهتان. خواهش افاده‌ناک خواهانه. رحمت و جناب عالی.